آقای میلانی، شما یه بخشی از کتاب رو شما نوشتید، منتها این رو با اسطوره‌های زن ایرانی شروع کردید، آنها که در اساطیر ما به عنوان رهبران کشور، فرماندهان، مادر قهرمانان بودند. زنها از کی وضعشون اینجوری شد که برای اینکه به حقی برسن باید انقلاب کنن؟ من فکر کنم این نقطه عطف برای سرکوب زنان در ادبیات و در واقعیت جامعه ایران آمدن اسلامه. قبل از اسلام زنان ایران بدون شک از آزادی بیشتری برخوردار بودند. این در ادبیات منعکسه، در تاریخ سیاسی ما منعکسه، در اساطیر ما منعکسه. اگر ما شاهنامه رو مثلا به عنوان بخشی از تاریخ خودمون بدونیم، شگفت‌انگیز نقش زنان در شاهنامه. هاتف فردوسی یک زن فرزخیخته فرزانه شرابخور درجه یکی عین خانم ساتراپی. کاملا یعنی انگیزه اصلی رو به فردوسی او میده. از آناهیتا بگیرید تا شاعرایی که در زمان حافظ بودن، با حافظ مراوده داشتن، با عبید مراوده داشتن، تا بیاید قرن 19 هم خانم ساتراپی اشاره کردن. از قرةالعین بگیرید بیاد انقلاب مشروطه، سیمین بهبهانی، فروغ فرخزاد، سیمین دانشور. و یه پدیده‌ایه که تلاش من و خانم ساتراپی در اون مقدمه که ایشون لطف کردن طرحاشو ایشون کشیدن، اینی که نشون بدیم این جنبش یک نتیجه یک فرایند تاریخیه. هزاران هزار زن در طول این قرنها مبارزه کردن، الان به یک جهش کیفی رسیده. جهش کیفی زن زندگی آزادی چنان تغییری ایجاد کرده. به این نکته به نظر من باید توجه کرد. رژیمی که تمام توجیه اخلاق خودش رو بر اساس اسلام و قرآن میاره، الان اونقدر در یک سال اخیر کفگیرش به تایید خورده که میگه نه، حجاب تو تخت جمشید هم هست. یعنی میدونن دیگه کسی به آیه قرآنی که مثلا تعبیر میکنن، خیلی ها میگن تعبیراشون هم دروغه، یعنی زن زندگی آزادی یک سرکوب تاریخی از زنان رو به عنوان شهروند درجه 2، به عنوان کسی که زندگیش نصف مرد میارزه، در قانون اساسی جمهوری اسلامی برگرفته از قرآن. زنان گفتن بسه، ما نمیخواییم، ما شهروند تمام قد و تمام تساوی طلب این جامعه هستیم. و کاری که خانم ساتراپی در این کتاب کرده دقیقاً نشون دادن این هست که چطور در عرصه‌های مختلف زندگی تاریخی و زندگی روزمره زنها پیشتازن. و این کار واقعا نمیخوام فقط در مورد خانم ساتراپی صحبت کنم، ولی دقیقه که نگیم کتاب پرسپولیس ساتراپی درخشان ترین وصف موجود از زنان و دختران ایرانه که مبارزه میکنن. چیز نیستن، کسی نیستن که حرف زور بخورن، سرنوشت خودشون رو در دست خودشون میگیرن. من یکی از اولین بارهایی که متوجه شدم این کتاب چقدر درخشانه از مقاله یه دانشجو بود. یه دانشجو خانم کتاب پرسپولیس ساتراپی رو با کتاب لولیتای خانم آذر نفیسی مقایسه کرده بود و نشون داده بود که اینها دوتا چه شکل‌های متفاوتی از ابراز وجود زنانگی در ایران هست. به همین خاطر تلاش این کتاب، همونطوری که ایشون گفتن، اینه که زمینه تاریخی این جنبش رو نشون بده و شگفتی این کار اینه که چقدر واقعا برجسته ترین هنرمندان و کاریکاتوریستای جهان رو خانم ساتراپی به اعتبار اون وجهی که داره تونسته گرد هم بیاد و به اعتبار وجهی که این جنبش داره گرد هم آورده و در تقدیر این جنبش و در شناسوندنش به کشورهای مختلف. الان به فارسی در اومده ولی 8 تا 9 زبان دیگه هم فکر کنم همین امروز فردا در میاد، انگلیسیش هم داره در میاد و یه پدیده جهانی ایجاد کردن که من این بخت رو دارم که همکار کوچیک ایشون در این ماجرا بودن.